بعد از دعوای عمر و قدیر شاهد هستیم که عمر کلبه رو ترک میکنه و تک و تنها توی تاریکی شب وسط شهر سرگردان میمونه تا اینکه عایشه باهاش تماس میگیره و عمر رو به خونه خودش میبره. خونه ای که برق از سر عمر میپرونه و عمر رو از دیدن این همه امکانات شوکه میکنه. آنچنان که عمر شب رو تا صبح توی وان و جکوزی و استخر سپری میکنه و بعد از اون هم توی اتاق خواب بزرگ و لوکس خونه عایشه میخوابه و صبح زود هم با صبحانه لاکچری عایشه سورپرایز میشه و بعد از صرف این صبحانه عایشه عمر رو با خودش به بازار میبره و براش کلی خرید میکنه و دوتایی راهی مدرسه میشن. اما توی مدرسه آسیه هر کاری که میکنه نمیتونه عمر رو برای برگشت به خونه راضی کنه، چرا که عمر مزه زندگی لاکچری رو چشیده بود و به همین خاطر هم برای دست یافتن به این سبک زندگی حتی پیشنهاد کار عاکف رو هم قبول میکنه و تبدیل میشه به دستیار عاکف. تا جایی که میبینیم وقتی عمر همراه عاکف میره سر ساختمون، قدیر از دیدن این صحنه شوکه میشه و عمر رو نصیحت میکنه. اما باز هم عمر کوتاه بیا نبود و حتی در روز جشن تولدش به خاطر عمل کوچولو هم حاضر به بازگشت به کلبه نبود و این جشن تولد خودشو توی خونه عایشه و به دور از خواهر و برادراش برگزار میکنه و دل عمل کوچولو رو میشکنه. اما در شب جشن تولد لاکچری عمر توی خونه عایشه و به دور از خواهر و برادراش میبینیم که تولگای به این جشن تولد میرسه و حسابی عمر رو تحقیر میکنه و عایشه رو متوجه فقر و بیپولی شدید عمر و خانوادهش میکنه. اما عمر هم که دوست نداشت جلوی عایشه تحقیر بشه، تولگای رو به شدت کتک میزنه و اونو بیهوش میکنه، به نحوی که سر تولگای پر از خون میشه و عمر هم از ترس مرگ تولگای فرار میکنه و دوباره به قدیر و آسیه پناه میبره.